سلام، موسی داوری هستم. شرایط فعلی افغانستان هم ما را متاثر ساخته و این جنگ هایی که هست فعلا در ولایات مختلف افغانستان جریان داره. سبب تخریب چیزی که داشتیم شده، از کلینیک های دوردست گرفته تا به کلینیک های مراکز ولایات که در جنگ قرار داره. کسانی از ما درخواست کردند تا استفاده از موادی که در دسترس دارند که یک پورتیبل اولتراساوند است و به خاطر دیدن بعض مشکلات واقعات عاجل که باید برش اقدام صورت بگیره و یکی از او عبارت از دیدن جنین است. ما اگر بتانم یک اندازه معلومات بدم. البته این موضوع در مورد محاسبه ای که آیا طفل داخل رحم مادر ضربان قلبش نرمال است یا نه و چه قسم میتونیم این ضربان قلب ما ببینیم ساخته شده. امیدوار هستم که از این در این شرایط یک کس بهره ببره. و ما عکس را ارسال کردن از جایی که در او امی ماشین اولتراساوند به این شکل دیده میشه. در این عکس گفتن که ما چه قسم میتونیم پیدا کنیم که ضربان قلب طفلی که داخل رحم قرار داره و ما این را توسط اولتراساوند میبینیم آیا این را ما میتونیم ببینیم یا نه. به خاطر دیدن ازی ما برای شما میخوایم نقاط را که در این ماشین است و از عکسی که بر من روان شده برشان نشان بدم. شما اگر قراره که در این عکس قبلی ببینید، در این ماشین است که بی مود داره، برایتست مود داره. بی دو صفحه دو سکرین میده که یک سکرین راست سکرین چپ و بعد از اینکه ما فشار میتیم تکمه را میتونیم از این سکرین راست و چپ انتقال بدیم. 4 سکرین برایت مود میتونیم 4 عکس در این زمان داشته باشیم که در این وقت به اصطلاح یکی از او فعال است و با فشار دادن میتونیم تغییر موقعیت و انتخاب کنیم عکسای دیگر. ام مود یا موشن مود است. بی ام مود است یا در حقیقت برایتنس و موشن که در این تصویر پایان اگر ببینیم در بالا برایتنس مود داریم که نظر به برایتنس دیده میشه و موشن مود که در حقیقت عبارت از گرفتن حرکات یا ثبت حرکات در یک فاصله زمانی که به این شکل ما میتونیم یک خط را و حرکاتی که در این خط قرار میگیره و تمام سیگنال های اولتراساوندی که از این خط میبینیم ما در موشن مود به این شکل ببینیم. پنکچر تکمه آخری است که در اینجا بر استفاده از سوزن به گرفتن بیوپسی یا پنکچر کردن و یا که گذاشتن درنج میتونیم استفاده کنیم. تکمه های گین است که در حقیقت این برایتنس صفحه ما را تعیین میکنه که ما باید این گین خود در اندازه قرار بدیم. اکثرا در قسمت خط متوسط می باشد. در اینجا از این ماشین گرفته شده به طرف راست یا چپ قرار داره. این در حالت به اصطلاح نرمال نیست، این باید ادجست شود. تکمه فریز بسیار برای ما مهم است. با تقریبی که ما گرفتیم یک عکس را از یک عضو، هر عضو باشه، فریز میکنیم و میتونیم بعد از او اندازه کنیم. اندازه به واسطه طول که در حقیقت دیستنس استفاده میشه. دیستنس فقط 2 نقطه را انتخاب میکنیم. این نقطه اول وقتی که انتخاب کردیم با ست میگیم، بعد از اون نقطه دوم انتخاب میکنیم ست میگیم و فاصله بین 2 نقطه را برای ما نشان میده. همچنان CA امکان داره کلکولیتر باشه. اسکیپ در صورتی که ما بخوایم از کاری که کردیم پشیمان شویم و او را ثبت نکنیم. تکمه هست که اینجا روشنی صفحه را زیاد میکنه، کانترست صفحه را زیاد میکنه. تکمه بعدی همچنان کالر مود خیلی مهم است، خصوصا برای اطفال. میایم سر وقتی که طفل ما میبینیم در رحم، اول موقعیت خود طفل باید تعیین کنیم، موقعیت صدرش تعیین کنیم به شکل عمودی. اگر شما فرضاً اگر شما فکر کنید یک پروب است و مادر افتاده و اگر ما پیدا کنیم قسمتی که در رحم مادر به اصطلاح پیدا کنیم بالا پایین‌تر از ناف یا اطراف ناف و به شکل افقی را قرار بدیم، ما میتونیم اگر طفل به شکل طویل افتاده باشه قسمت صدر زیر پیدا کنیم. وقتی که صدر طفل پیدا کردیم ما میپالیم تا ای که
موقعیت قلب پیدا کنیم. چون ششها پر از هوا نیست، اینجا ششها پر از آب است، ما میتونیم به بسیار خوبی موقعیت قلب پیدا کنیم که یک جسمی است که شرب میخوره. در حقیقت شما این تصویر دارین، این تصویر بدون این تصویر که در حقیقت ما در برایتنس مود ما یا بی مود میبینیم. برای وقتی که اگر توانستیم با چشم خود ببینیم که شور میخوره، در حقیقت نشان دهنده است که قلب در حالت حرکت است. بعضی اوقات نظر به سن طفل میتونه این شور خوردن ها بسیار سریع باشه که نتونیم ما رو ببینیم، یا ای که ماشین ما ضعیف است و نمیتونه او فریم ریت برای ما بده تا ای که ما ببینیم. به او خاطر ضرورت داریم از کلر مود. وقتی که ساحه معین تعیین کردیم، در این وقت تکمه کلر میزنیم و اینجا نشان دهنده است که وقتی که خون از یک رگ میگذره یک رنگ میگیره و به طرف رگ یا به طرف پروب که میآید رنگ دیگه میگیره. مرکزیتش قلب است که در حقیقت قلب خود ما تعیین کردیم که ضربان به حساب حرکت داره. برای تعیین درجه ضربان که ضربان زیاد است یا کم است، ما باید استفاده کنیم از ام مود. ام مود در حقیقت عین زمان با ما یک بی مود داشته باشیم و ام مود که در اینجا بی ام باید تکمهش فشار میتیم، این رقم تصویر ما تغییر میکنه و یک خط در قسمت برایتنس مود مفته که ما دیگه قسمت ها را از این تصویر فقط نمیگیریم، فقط به خاطر موقعیت خود از امیج استفاده میکنیم. این خط هم میخوایم در قسمت از جایی که شور میخوره و قلب است قرار بدیم و بعد از او معجی که به حساب تعیین حرکاتی که در ساحه‌ای که میشه میتونیم ببینیم. شما متوجه شوین قسمت بالایی که خارج از صدر امی طفل قرار داره در اینجا به این شکل نمایان شده، به شکل خطی است. قسمت صدر طفل امکان داره در اینجا ستون بباشن از به اصطلاح قبرهای مریض باشه یا قبرهای طفل است که به شکل سفید میتونی ببینیم، به یک خط سفید دیده شده. از او به پایان ششها هست که آب داره که این شکل دیده میشه. الی ساحه اول سیاه که در خط اتریوم است یا اوزین است و تقریبا جدار بین اوزین و بوتین است که جدار بین اوزین و بوتین به شکل خط میتونیم ببینیم. بوتین است که دارای حرکت است. اگر شما متوجه شوین اوزین هم یک اندازه حرکت داره و بوتین هم حرکت داره. فقط فاصله بین یک حرکت در بین بوتینات ما میتونیم دیگه تعیین کنیم. وقتی که دیدیم فرضاً از این نقطه تا این نقطه حرکت میکنه بوتین ما در حقیقت یک نبض است. این میره ما با وقتی که تعیین کردیم میریم به فریز میکنیم تمام تصویر خود و میریم با تعقیب از او HR میزنیم یا هارت ریت که عبارت از تعیین ضربان است و این برای ما دو نقطه را میده. نقطه اول خود در قسمت شروع حرکت یک بوتین میمانیم، ست میگیم. نقطه بعدی خود کش میکنیم و میریم توسط ماوس ما که اینجا هست اینجا قرار میتیم، بعدش ست میزنیم. فاصله را وقتی که تعیین شد برای ما هرت ریت در اینجا پایان میده که در حقیقت نشان میده که چقدر ضربان در یک دقیقه نزد این طفل موجود است. نظر به سن طفل یک چارت های مختلف چارت هست که نشان میده ضربان طفل، همچنان نظر به سنش، نظر به از اینکه کدام مشکل جدی داره نداره و در کدام حالت قرار داره. وقتی که طفل در استرس قرار داشته باشه در قدم اول هرت ریت بالا میره، خصوصا در ماه‌های آخر و در روزهایی که نزدیک به ولادت باشه. همچنان وقتی که طفل در حالت بسیار استرس قبل از تولد قرار داشته باشه امکان داره که نبضش پایین بیاد و در حقیقت نشان دهنده است که ما باید به یک عملیه جراحی سیزارین سکشن اقدام کنیم. این بود یک اندازه کوتاه یا کم معلوماتی که من تانستم از طریق دور یا از خارج با دکترای یا کسایی که در قدم اول در شرایط جنگی افغانستان با مریضا خدمت میکنه داده بتانم. امیدوار هستم تا یک اندازه مشکل شما برطرف شده باشه و از این استفاده کنین. تشکر از شما.